السلام علیکم مردم غریب، مردم دست بخیر. هزار رحمت که شما مشکل مردم ما را آسان میکنین. اسماعیل جان، هزار رحمت به شما. من زاده شهر دوشنبه، مادر رسول بابا جان سال تولدش 16 ایونی سال 1996. پسری من 10 سال پیش به فدراسیون روسیه به مهاجرت رفت. 10 سال زنگ میزدیم، اولا گپ میزدیم، صحبت میکردیم. حالا باشد 2.5 سال باز زنگ نمیزنه. اکش قطیش بود، خبرش میداد. اکش حاضر آمدگی 6 ماه باز تلفنش جواب نمیده. شناسوش زنگ زدیم، پرسیدیم، میگن تلفنش جواب نمیده. نمیدانم، از شما خواهش میکنم همین پسری مرا دریافت کنین. الله مهربان فیض برکت در خانواده همه شما برسونه. فقط بچه را خبر خوش برسونین. الله بزرگ. بابا جان که جایده باشی، آواز تبرار شاید درد من کمتر شود. جانی بچه یادت کردم، یه رایی که آواز تبرار. دوستای جان و جگر آمدیم اینا نه الحمدلله در درون مدینه در آمدن مدینه داریم بالا یک مستق در استرالیا. الحمدلله دری واتساپ میدرم امی ویدیو امی مادر میبینم، مراجعت مادر میبینم، گلوس کرای با خیلی گلوس کرای با یا ویدیو را کرای روی کرای التماس کرای ما و شما کی برای یافتن بچه‌اش کمک رسونین. یا دوره من بچه اینا بار استوری کرده بودم در اینستاگرام. بچه‌ای که در اینستاگرام ممکن دایتون باشه. خب رسولوف بابا جان 2.5 سال میشه به نام و نشان اید. 10 سال اخیر در روسیه گذراندگی عمرشه. قطعی خانگیشون گپ میزده به تلفن، قطعی مادرش خیلی صحبت میکرده، ولی همین 2.5 سال اخیر به نام و نشان اید، به زیزویسی پروپاگanda شده. گفتی او گپای نه تلفن نه یگان گپ خبر نه هیچی. مادر بیچاره گریه داره. اوی دیدش گپ زیسه، اوی دیدش رخته ایسته. آواز ندارن که اوی دیدش رخته ایسته. بچه‌هایش فکری و چجونتون کنید. حضرت جان اما آدرسو تا اگر هم نداده باشه آدرسو ان شاء الله میریم موشن کتیم. فهمت فضا من گاز سیم در بین ویدیو نه. التماس برای یافتن همین بچه همین مادر التماس میکنم کمک رسانه